های ich bin Schokomaus. خب من کسی هستم که عاشق شکلات هستم و برام فرق نمیکنه که از کدام کمپانی است و چی مزه میده. البته بدون الکل هر قسم شکلات که باشه رو میتونم با جان و دل براتون امتحان کنم. و امروز من با خود دارم میلک که ایش از استرابری چیز کیک. من از یک بار دیگه مکمل شکلاتیش بود فکر کنم که خوردم، مزهش خوب بود ولی خیلی 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 شیرین بود. میخوایم امروز یه تست کنم. البته قبلا نوش جان کردیم و الان پیش شما میکنم نشانش بدم به این شکل. و من کیک داره امروز مربای استرابری توت زمینی است و میخوریم. از مزهش براتون بگویم. خب یکی از دیدین با آلمانی میشه مامولاده. مربای توت زمینی است. طعم خیلی مزه‌دار داره، ترش مزگک است ولی خودش خیلی شیرین است. شکلات منظورم است، شکلات سفید و رنگ کاکائویش میبینین که استفاده شده در دوش ولی به اندازه شیرین است. با وجودی که مزه میده ولی شیرینیش خیلی زیاد است. میتونم بگیم که بعض وقتا میتونم ازش بخرم و نوش جان کنم ولی برای همیشه نه و از 10 برش میتونم 7. منتظر ویدیوهای دیگه این باشه.